سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز اومدیم با یه کانتنت خفن. اوه چنل منه. دوست دارم من سلام کنم. من اصلا بازی نمی‌کنم. نکن به درک. خب سلام بچه‌ها. خفه شو دیگه، من میخوام سلام من گفتم بازی نمی‌کنم. تو غلط کردی. آماده ای؟ هول نکن منو، هول نکن. 1000 بار گفتم از جلو نه. و یه چی دیگه بود. از عقب نه. چقدر آدم بی‌تربیتی هستی. یاده چیزا بزن 100 بار گفتم با من شوخی نکن. یاده من یادم نیست. هی گایز، چطور بچه اسم صبحانه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز دوباره اومدیم با ایلیا. یا بابا نبوی یا اکثر محزادو. امروز دوباره اومدیم با ایلیا، ولی باز اومدیم با خوراکیا و فکر کنم خوراکیا دیگه همه رو تو توش باشیم. اومدیم ما یه سری آدامس گرفتیم، بالاخره هزینه است دیگه، کش زیاد و پاچیدیم و اوف جیب من رفته دیگه. بی ناموس دلغک. جیب تو رفته پدستک. از مغز من رفته. من مغزم داری. درود به مرام، درود به عظمتت، درود به حق بزرگیت. خب اومدیم اولا که بین این آدامسو، چون ما همه رو نگرفتیم، مثلا اون با قولی پاکت رو گرون بود، خیلی گرون بود. گفتیم موقع هزینه نکنیم فعلا. دونه 40,000 توش چیه مگه؟ توش موزه ما حمایت کنن میگیریم. نه حمایت هم کنن نمیگیرم، من نمیذارم بگیریم. 40,000 تا مگه توش موزه؟ بدبخت وقتی که حمایت کنن درآمدمون شروع بشه اون موقع میگیرم، 2 تا میگیرم. اسکو باید اینجا رو پر کنیم. فعلا اینا رو گرفتیم، نمیشه گفتش همه آدامسای ایران، ولی یه سریاشون خب بذار اونا رو توضیح بدن. خب نه من میخوام اینا توضیح بدم. یه سریاشون آدامس نیست، آب نباته. اینا رو خوشمون اومد بانوی روش. نه این خیلی بانوی خوب. همین که دونه دونه تست کنیم ببینیم کدومشون از همه بهتره، همین که همه رو با هم قاطی کنیم ببینیم چی در میاد. خب بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. خب من اول میخوام از اونا شروع کنیم. خب بیا ببینیم. اینا سقزه ولی خب شیرین شده است. یا ابوالفضل. یا ابوالفضل. خیلی بی‌ناموسه. خدا آدامس خیلی زیاد در آدامس سقزه. خب شیرین هم نیست، همون جایگاه واسه سقز. از سقز شیرین تره. من سقز رو بیشتر از آدامس دوست دارم. میگه چقدر زاویه فکر خوبه؟ نمیدونی؟ نمیدونم بکنه خود دارم. آره. الکسیس هم هنوز دختره. ربطی داره. صبر کن پس از سگ. نظر راجع به سقز چی بود؟ آدامس نبود، سقز بود، ولی خب شیرین شدهش بود. خیلی باحال کردم. اونا که میدونی مزه چی فهم میداد؟ کنم. انگار آدامسیه که یه رو به جویدیش مزهش رفته. خب سقز همچین مزه ای میگی اوه این عکس توه. نمیتونم آدامس قصه نگردم، قورت میدم. من دارم قورتش میدم، حالا بعدا میزنیم. این بخوایم اصولی حساب کنیم 3 قسمت تقسیم میشه. من 2 قسمت تو گو خوردی. به نظر من بهترین آدامس فعلا تا الان آدامس خرسیه. اینم سخته. من سقز نه سقز نیست، با طعم سقزه. خرسی من بیشتر از همه دوست داشتم. ببینیم. درصد خرسی خوشمزه تره. خوشمزه من نمیتونم نگه من دارم. قورت دادم رفت. خیلی. بکیرم. باز کن. باز نمیشه. بازش کن. ولک. من اینو خیلی دوست دارم. این سقز شیرین شده است، نه این. این که اصلا سقز آدامس با طعم سقز. خب به انا نخ دندونم بیا. اینو الان ببین اینو این کدومو بیشتر دوست داشتی؟ شاید دست سقزه. اینی که اسانس سقز داره، نه این خود من سقز. اسانسی رو بیشتر دوست داشتم. نظرتون مهم نیست. قورتشون بده. داداش معده است. فرق می‌کنه. دیدی فرق می‌کنه؟
با اینکه هم نداره. این طعمش کمتر فقط شیرین داره. نه این توش نعنا میاره. این یکم این اصلا بهم حال نداد. این همونه، یه ذره شیرینیش کمتر بود. چیزی که من بدم میاد. چی؟ از طعمش متنفرم. من واقعا آدم سرشون دوست دارم. این من چون یه جوری دهنم حالت انگار مثلا داره میسوزونه. خب میسوزونه دیگه. بدم میاد. شوکا خوری اصلا بوشم داره میسوزونه. اوه خیلی خوبه. ببین برای من آدم سارچینیه با اون سرقزه با آدم سارچی تو کلم. نه برای من اینو آدم سرسی تو کردم. داره خیلی همه رو تو داری انتخاب میکنی؟ همینطوری میخوام به ردیف برم. بذار ما هم انتخاب همین که کنیم. اصلا بدتر. اوکالیپتوسه. نه. این برای موقعی خوبه که درنت به سگ میده. وای بعد نیست خیلی خنک میکنه بدم میاد. خوبه دیگه. توه دارو میده. نه ایه نمیخوایی زر آب الان آب بخوری کلن اینجا همه یخ میزنه. من که نفس نمیتونم بکشم. داری میبینی این مردم دونه و نانا با هم میده. فاسد بوده. همشون از تنباکو قلیون میده. مثلا شما یکی بود. بذار یه دونه من اینه. نه این نه اول آقا تو رو قرآن وایسا بذار این بر بریم اون بر بس دیگه باشه منم بدم میاد واسه حیوونه بی همه چیز دهنت جایی تو دهنت نبود نمیذاشتم بخوری. میخوایی در بیارم بزنم تو بخوری؟ البته آدم سو من پرتقال دوست ندارم. مزه خوش بکننده دستشویی میده. خوردی؟ یه دو سه نه بوش بهت میخوری دیگه به طعمش تو از دقیقا همطوریه. این نه این تو کنم تا الان برای من پایین ترین نمره رو میاره. باز با این بیشتر از این حال کردم. ای بابا برو گم شو. نه از اینا هندونه ایشو بس کنیم. وای خیلی وقت اینا نخوردم. من تازه خوردم. خیلی وقت بکنم یه 3 ماه. بدم باز شد جایزه داره. آره توش موزه. نه جدا جایزه داره قبلا نداشت. قبلا نداشت. نه بخورم من بچه رو بیا چقدر بدم یه 2 سانتی بده. آره اصلا کلون 12 سانته. سیفتی. قبلا باز میشد گاز بزن. خب به منم بده سگ. نصفش باز بزن. آخ فکم هیچ طعمی نداره. واقعا؟ سکن؟ کنم 10 سالمون دور تو مغازه یاد هیچ طعمی نداره. شب کن قشنگ معلومه فاصله داره هم باز میشه. بدن طعم هندونه بده طعم مارشمالو میده. طعم خاصی نداره. خیلی خوشمزه است نمیگو بد بعد مزه ولی به عنوان آدم نمیشد خورد. توت فرنگی یعنی یه فرنگی تو بلش کن. اوکی تو من همون طعمه. نه یه خود طعم داره. برام صرف داشت فاصله هم باز میشه. از اول هم چه تو دارم قبل طعم داشت. همون باور کن پرتقالیشو موز همونه پیداش کردم. این توش موزه ماما میشه احساستون رو برام توصیف کنین؟ احساس خاصی ندارم خودم. آخ لحظه مارو این که طعم داره. طعم اسلام نافه میده. طعم دارون که اشخاص آدم سی بود که خورد. آره تهش وای خیلی بده. اینکه گو بده گو رو گوشو ببینیم چی میشه. ها چقدر میخوری؟ حالا خوبه بده بهت نمیچسبید. پرتقالی اینم بی‌مزه است. 2000 years later. خوردنش یه پروسه 7 ساعته است. بزن اونا هم بدتره. این داره آب میشه دهنم. ناموسن آماده ای؟ وای اینا خیلی خوبه. من تو فرنگیشو باز کنم. موزه واقعیه. نه بذار خود اینو بخوری. اینو بخوری که تو حرف قشنگی نیست. به نصف با هم بزنم. وای این خیلی خوبه. جدا آدمس تمدار بخوام بخورم میوه‌ای و اینا فقط آدمس
موزی. توت فرنگی شما خیلی بیشه باشه. من بچه هم توت فرنگی دوست دارم. تویه سوتی تو بگم؟ آقا اینو نه چی دیدی؟ میخوام بگم از دور دیدم. اینو از دور دیده یه اینجوری میکنه عکس پیشرو روش. بی ناموس ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. طرحاش فرق داره. پشمام این چقدر باحاله. این یارو قلقلی هست تو بنتن، خود بنتنه، بچه رئیس. این یارو دختره تو چی بود این کارتونه؟ اینم که دختر کفش زکیه. خب به انا اینا همیشه دوست داشتم. همه آلوورا میده. آلوورا شیشه ای است. خیلی من اینو دوست داشتم. خود اونم این طرحش فرق میکنه. آره پوتک هست مدگل هم میشه. خب آرژانتین، رئال مادرید، اینو نگاه کن. این بعد تو آرسنال، امباپه، این فوتبالی بود برای همون. مسی. اینو حال کردم باهاش. دیدیم نگاه کن. این یکیو اون تازه بود. این نه این اولش نقله. خب این همه سگای نگهبانه. نه یکیش بنتنه. همون طرح اون یکی. آره طرح اون یکی بود. این تازه است دوباره. یکی در میون تازه است ها. این یه ضربه ترشی با پشت دست میزد دهنه. یه دونه‌های ترشی داره توش نه؟ که پدر سگایی چه شکل و قیافه شما از کجا اومدی؟ من اولیه رو همیشه دوست دارم. به من همیشه میگفتن شبیه این. تو بچه ساعتشو داشتی؟ من ساعت چینیه باب لباس همه چی شد. من عینه داشتم که اینجوری یه پنبه‌ای پرت می‌کرد، فوم پرت می‌کرد. خیلی باحال. یه تایمی مد شده بود برای بچه‌ها لباس قهرمانی میخرن. گفتن نخرید دیگه. چرا؟ من خودم مثلا جوگیر بودم یه سری لباس اسپایدرمن برام خریدم، از پنجره اومدم بپرم پایین، بابام گرفتم تو رو. گفتم ولم کن باید برم. بابام گفت ول کن بابا، من بتمنم نرفتم، تو هم نرو. خیلی بد آشغال. من دادم تو نمایی بود. خیلی خوبه. خب رسیدیم به اینا. این هم باز کنم. پشمام میتونه پول پاکتشه فقط دادیم الان هرچی باز کنه. چیه برچسب هم داره؟ آره کلش بابا. شوجو اینو قبلا این شکلی نبودن ها. اوه برچسبش اینه ها. برای من راپانزل برده چیه؟ برای همینه این اینقدر گرون شد. چرا فکر کنم خوراکی ها 25 نه اینا شد 25 مطمئنی یا 30 تومن 25 کلش شد 30,000 تومن. بعد شما لایک نکنیم بعد ویو ها به این نه 25 بیشتر شد 35 چرا که زرده برای من چیزه صورتیه خیلی چسبیده. آره مهم نیست مهم نیستش که کیفیت هم نداره. نکن دیگه همونی که هست. میخوای بخور نمیخوای بیا اینو بخور. این یکیه همه رو با هم خورد. از آدم سرس خیلی بالتره طورشه اصلا تمام آدم سرسی نمیده. این برای من ها. این من یه خورده بخور ازش به من نده. آره اول میگم این صورتی هم خیلی خوشم. من بچه بودم میشه این صورتی هم نه خیلی بانجه بیا نگاه کن. من مزه چی میده ولی مزه دخترونه ای دارم. بچه با هم دیگه سعی کن نخندی با ایده گرفتیم. حتما از اون ویدیو هم حمایت بکنید. فکر کنم بعد این ویدیو بیاد سعی کن نخندی. اگر خوشتون اومد حمایت کنی که باز با هم دیگه پارت دوشو بگیریم. شیکوندی شد اینو اصلا دوست داشت. واقعا با نمکه ولی این خیلی آنم چقدر توفیه. چندش. خب بین این ستا کدوم؟ بعدش هیچ بود. نه بعدش انتخاب کنم. دوتا رو اصلا دوست داشتم. من بالا میبرم خوردمش. من بین دوتا موندم. این طعم دختر میده، طعم بلوبری خیلی قشنگی میده. ولی اینو زیاد نیستم.
ولی نکن اول این کیویشو من دوست نداشتم. خاکس از سیبه. سیب بود یا کیوی؟ سیبه. اصلا دوست نداشتم. منم مثلا سیبو دوست ندارم. خب از اونجایی که عاشق اسپرایتم من باز میکنم. اسپرایت دست منه. اسپرایت دست منه. نگاه کن چه تر داره مثلا روش. نشون بده. نه اسپرایت ها. چی داره؟ فانتا رو زده. نشون بده. من فقط قشی بوده. برام خیلی بد است. آب شکر. اون آب شکرم گذاشته بود. اونو بکن. یکی هم. آب شکر با طعم یه ذره بغلش رد شده. اینا تافی. نه؟ این ولی سالم. هیچی فانتا مانتا روش نداده. گلاب و زعفرون اینا توش داره به قرآن. زعفرون یا گلاب؟ مزه گلاب میده. شربت شهادته. سکنجبی آفرین شهرات چقدر زیر میزن. آدم صحبت نمیشه. نظر کدوم بود؟ این سربازه رو حساب نکنیم. اونو حساب نکن. تو سرباز بود. آدم فارسی. همیشه برای من تابش آدم من فارسی. این آدم فارسی. به خودم از خاصی نمیده. خیلی ترشیه باحالی داره. خب بریم قاطی کنیم همه رو با هم ببینیم چی در میاد. اول واسه اول اینو خالی کنم. همه رو که نه. نه بریزیم رو میگه. باشه دهنمون خیلی پر میشه. اشکال نداره. بیا. اینا همشون تکراری بود. یکیشو اصلا کنیم رندوم برمی‌داریم. امشب لقمان دوله رو با بغل کنیم. من قندقونم زده بود. نیست همش خیلی فرق میکنه با هم. باید جدا از هم باشم. اینجا داره دود میکنه. نه دود دیدم. من نبوده. کنم تونه داره میسوزه. آب رادیات هم زیاد شده. زرگله اینقدر شیرینی رو ندارم. با اینکه عاشق شیرینی جازم. تازه موزی هم مونده. چی؟ بیا دو لایه بخور. یه دونه. بیا بخور. ما که گرم زدیم. اونا نه. حالا دیدم قاطی شد. اینجا رو بزن سر طرف بریم دوستی. خونه همسه پایینی تو رو. پایینیش رو برو. اینجا رو برو. شیرینیش نمیره. مزه چی میدونم من دقیقا؟ حالا داری بد میشونم. باید یکم تمش بره ببینیم چه مزه میگیره. صدا بلند شده نه هفته ما بیدن. شیشه موشیه داشت میرم. نشکست؟ داشت میرم سر. ای حالم بده. احوالم بده فیس تو کارتونی دیدم سوات تو نایلونی. تصویرات خوشو داره میذاره. اولا که کلن جویدی در کل طعم چی گرفت؟ آشغال. بچه خیلی خوش اومدید به این ویدیو. نه بله داره تحصیلاتشو میذاره. سری خداحافظی کن الان آوازه خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو رو دیدید. مرسی که همراه ما بودید تا این آخر. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. اون زنگوله بالا رو هم بزنید. پیجای ما میاد این پایین اون بالا و بغل. چنل تلگرام اذیت میکنن. همه جا من چنل تلگرام. بابا من میخوام حرف بزنم. بریزید اونجا درد دل کنید. خب مرسی بچه‌ها، مرسی که همراه ما بودیم. بریم تو دیوونه بازمون رو نکته. فعلا خداحافظ. خود خری
کافر